در این روزهای مبارک چه کارهایی توصیه شده هست و ما چه کاری انجام بدیم؟ مخصوصا 10 روز اول ذوالحجه 6 تا توصیه و 6 کار من به شما یادآوری کنم که در این ایام فراموش نکنید. اول روزه‌داری، مخصوصا روز عرفه که سبب تکفیر گناهان سال جاری و سال آینده میشه، سال پیش رو. و دوم تلاوت قرآن، سوم صدقه دادن، چهارم دعا کردن، پنجم ذکر الله و ششم استغفار. این را هم بدانید ممکنه کسانی پارازیت بندازن، ممکنه کسانی نواهای منفی سر بدن، به این چیزها توجه نداشته باشید، به این مسائل عنایت نکنید، این فرصت به دست آمده را از دست ندید. تقوا به شعار نیست، ایمان به شعار نیست، تقوا پینه روی صورت نیست، تقوا ریش بلند نیست، تقوا لباس سفید پوشیدن نیست، تقوا عمامه بزرگ نیست. اینها ممکنه هر کدومش جای خودش سنت باشه، بعضیش سنت بعضیش رسمه، ولی تقوا اینجاست. ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود لیس الایمان بالتمنی، ایمان به آرزو و رویا پردازی نیست. ایمان یه چیز خیلی ساده هست، مثل آدم زندگی کن، لله و بالله و فی الله زندگی کن، سر صدا هم نمیخواد. فکر هر تشکیلاتی باید مرتب به روز باشن، مطالعاتشون به روز باشه. زمانی طلبه بودند، این به درد نمیخوره. زمانی مدرس بوده، این به درد نمیخوره. زمانی حضرت فلان، به درد نمیخوره این چیزا. هر روز باید مطالعه کرد، تطورات و تحولات علمی رو باید دنبال کرد. جهان در حال تحول است. جامعه شناسی، انسان شناسی، مطالعات زیرساختی قوی باید وجود داشته باشه و ما باید به روز بشیم. اگر غیر از این باشه دوره ما تمام خواهد شد و امام مسجد به زودی تبدیل به یک ملای رفوزه به درد نخور خواهد بود. یا باید کنار بکشه یا باید خودش رو به روز بکنه، راه دیگری نیست. در هر شرایطی که هستی حال تو بدتر از حال آن کسی نیست که در حدیث صحیح از رسول الله نقل شده که او 100 نفر آدم کشته بود و توبه کرد و برگشت. ولی شرطش این است، راه بسته نیست، ولی شرطش این است که توبه واقعی باشه. هر کسی به ای نحو کانه و به هر طریقی که امکان دارد باید پروژه دعوت الی الله رو یاری بکنه و همکاری بکنه. اگر نکنه مقصره و مجازات میشه، مؤاخذه هم میشه روز قیامت. کسی هم معاف نیست. نمیتونه کسی بگه که من علمم کم بود به همون اندازه که علم داشتی، در بخش دیگری توان داشتی، مال تو، جان تو، فکر تو، حمایت تو، تبلیغات تو، نقش آفرینی تو برای گسترش دعوت الی الله، حمایت از علما و دعوتگران، حضور در محافل ایمانی و رونق دادن به مساجد و جلسات ایمانی، در کنار دعوتگران و علما بودن. اینها چیزی نیست که آدم نتونه داشته باشه. ظرفیت های آدم خیلی زیاد هست. اینطوری نیست که آدم فکر بکنه من چون مجتهد نیستم، چون عالم نیستم، حالا نمیتونم کاری بکنم. نه. چطور شما برای کارهای غیر میتونی کار بکنی؟ مگر شما در یک اداره ای کار میکنی؟ شما حتما نظریه پرداز هستی اونجا توی اداره. شما در یک شرکتی مثلا استخدام شدی، شما طراح و مؤسس اون شرکت هستی؟ نه، ممکنه در یک گوشه ای کار کوچکی انجام بدی، لکن با پروژه همراهی شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد حبیب الله. اللهم صل على محمد وآل محمد حبيب الله.